بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درسی تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام دهیم و ما قرار داریم در باب مدها و درس امروزه ما مد عارض. حرف های مد عارض اینها می باشند: الف، واو، یای. سبب مد عارض ساکن می باشد و این ساکن به سبب وقف کردن در حرف آخر کلمه پیدا می شود. مانند کلمه نستعین در وقت وقف کردن نستعین خوانده می شود. ببینید حرکت ضمه به ساکن مبدل گشت. تعریف مد عارض: اگر یکی از حرف‌های مد در کلمه پیش از حرف آخر آمده و بعد از خواندن این کلمه وقف کرده شود، در نتیجه حرکت حرف آخر به ساکن مبدل گشته مد عارض می شود. مد عارض به مقدار 2، 4 و 6 حرکت کشیده خوانده می شود. مثال ها ببینید عزیزان. مثال الف: ملک الناس. در اینجا حرف مد حرفی پیش از آخر در کلمه است و بعد از خواندن این کلمه ما وقف کردیم. ملک الناس. و مثال واو: تعلمون. ببینید حرف مد حرفی پیش از آخر است و بعد از خواندن این کلمه ما وقف کردیم، ما ایستادیم. تعلمون. و مثال حرف یا: نستعین. ایضاح: این نمود مد بیشتر در آخر آیت ها به سبب وقف کردن به وقوع می آید. این چنین در بین سوره ها نیز به سبب وقف کردن به وقوع می آید. یعنی اگر در بین سوره در آن جایی که ایستادن جایز است و ما بایستیم، در بین سوره ها نیز این مد عملی کرده می شود. مثال در آیت الکرسی: الله لا اله الا هو الحی القیوم. در اینجا ایستادن جایز است و وقتی که ایستادیم مد عارض می شود، نوابسته از آن که بین سوره است. دوام می دهیم: اگر آیت ها پیوست کرده خوانده شوند، پس در این صورت مد طبیعی می شود و مقدار 2 حرکت کشیده خواندنش جایز است. برای مثال آیت 2 و 3 سوره ناس را پیوست کرده می خوانیم. ببینید عزیزان: ملک الناس اله الناس. ببینید دوستان، بعد از کلمه ناس ما نه ایستادیم، در اینجا مد طبیعی شد. ملک الناس اله الناس. در وقت پیوست خواندن این الف را همچون مد طبیعی به 2 حرکت کشیدیم و در وقت ایستادن ملک الناس مد عارض می شود. خلاصه اگر در آخر کلمه بایستیم مد عارض می شود و اگر پیوست کرده به آیت دیگر گذاریم مد طبیعی می شود. سپارش در آیت زیر مثال های مد عارض را یابید. بسم الله الرحمن الرحیم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. بذات الصدور. ببینید دوستان، حرف مد حرفی پیش از آخر است و بعد از خواندن این کلمه ما ایستادیم، اینجا مد عارض می شود. بذات الصدور به مقدار 2، 4 یا 6 حرکت کشیده خواندن جایز است. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. ببینید دوستان، خبیر در اینجا نیز حرف مد حرفی پیش از آخر است و ما بعد از کلمه خبیر ایستادیم مد عارض می شود. اگر دوام داده خوانیم مد
طبیعی می شود. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور. در اینجا نیز دوستان حرف مد حرفی پیش از آخر است و ما بعد از خواندن این آیت ایستادیم. در اینجا نیز مد عارض می شود. سوال ها برای سنجش. یکم، حرف های مد عارض کدام هایند؟ دوم، سبب مد عارض چیست؟ سیوم، مد عارض را شرح دهید. چهارم، مد عارض به مد طبیعی چه علاقمندی دارد؟ وظیفه خانگی سوره تین را نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری کنید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.